مادر من عینکی نبود، مادر من ویلچری نبود، مادر من درد پا و زانو درد و پوکی و سخون و فشار و قند و اینا نبود. مادر منم مثل همین دخترای امروزی، ولی تموم زندگیشو همه جونشو گذاشته برای من. وقت من 47 سال با 100 کیلو وزن انقدر بی وجود باشم که دفعه بهش نگم دوست دارم. قربونت برم من. خیلی بی معرفتیه آدم نگیره مادرش ماچ کنه. خیلی بی معرفتیه به مادرش نگه دوست دارم، به مادرش نگه دورت بگردم، خدا به نکنه. مادرش بگه منم تو رو دوست دارم من. عاشقتم، همه کس من، قلب منه، عاشقتم. نفس منه مادر. عشق مگر قشنگتر از اینم میشه؟ خیر زندگی بدون داره. منت، بدون هیچ چشداشی به عشق بورزه. حواستون به مادراتون باشه، زود دیر میشه. دعای مادره که پیش خدا حرمت داره. هر وقت حالت خراب شد، گرفتار شدی، مشکلات زندگی رود فشار آورد، بیا پیش مادرت. مادر یعنی عشق، مادر یعنی نفس، مادر یعنی زندگی، مادر یعنی عشق بی‌منت، مادر یعنی یک قلب پاک، مادر یعنی فاتی.